سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ من کدرسا هستم و به چنل یوتیوب من خوش اومدید. داداشان چطوری؟ چه خبرات؟ یه هفته نبودم، چی کارا میکردین؟ حالتون چطوره؟ بچه ها امروز یه ویدیو فان داریم تا آخر ویدیو باش، یعنی اصلا نمیبینی، یعنی میخوام یه چیزایی بگم پشمان خودم ریخته، پشمان شما هم میریزید. چه بگم؟ بریم نمیتونی سر ویدیو. فقط چند لحظه من راجع به ویدیو بهتون بگم. این ویدیو فانا بچه ها، نه توهین به کسی دارم نه توهین به بچه های کلان دارم. فقط میخوام راجع به ویدیو یه ریاکت بدم. دمتون گرم. فقط من بگم چی کلانیت از کجا پیدا کردم. آجی من با اکانت پنجمم یا چهارمم، احتمال اکانت چهارمم رفتم روم زدم پرچم. این اول مایده بود اسمش، اسم دختره هم کلانش مایده بود. یه دو سه چهار دست بازی کردیم، میگفت نمیدونم بچه های کلان من رنگکاشون رو لجن کرده، من نکردم، کسی نیست با من لجن کنه. من هم یه دو سه دست بازی کردم، دیدم بازیشم به دک نبود، یه ذره خوب بود. آره بعد بازی کردی، بعد گفتم میخوام بیام کلن همون لیدر کلن دختره. به من میگه 16 سال، ولی من نمیدونم چند سالشه. خودش میدونم، ندیدمش تا با نمیشناسمش، من نمیدونم درباره کسی راجع به کسی حرف بزن. حالا ما اومدیم کلن این، گفت بیا اول تست بده. من گفتم باش بریم تست بده، من فقط مولتی پلیر نیستم، بتل پلیرم. بیا بریم کاستوم تک به تک، یک دو سه نفرم بشین اسپکت. گفت باشه آقا. دست اول استارت کردم، رفیقم اومده روی اکانت، نشستم یه 2 دقیقه به رفیقم فوش دادم، یعنی 10 دقیقه نه روی اکانت، من کادم روی اکانت واسم. بعد بیا، بعد این اوکی داد، من دوباره اومدم روی اکانت. بعد اینا گفته نه من اصلا بتل پلیر نداری اینجا، اصلا تو باز کنی کسی نیست تست بگیر ازت. من گفتم حالا لیدر خودش گفته و تست نمیخواد، اما من هی میگفتم بعد از من تست بگیرن. آره بعد اینطور شد، دو سه روز گذشت، یه دو سه نفر اومدن. من به لیدر کلم میگه بابا این تکو بذار، یه تک نزادم. بعد تک کلم بازی هم هر کلمی بدن تک هست، تک اجباریه. این تک کلم هم نباشه کلم خراب میشه، تک کلم باید باشه. بعد این میگه نه نمیدونم تو هم حوصله داری یا ویل کن بابا، این تکو باید همه بگیم. خودم کلم داشتم، تک کلم رو برمه میگفتم الزامیه، بعد بذار این تک کلم نباشه من کسی راه به کلن نمیدم. آره بچه، ولی من توهین به کسی ندارم، فقط این لیدر کلنمونیم بشینه ویدیو ببینه با خودش قضاوت کنه. من نوکر رحمتون هستم. چاکس بچه های کلن و چاکس بچه های یوتیوب، اینستاگرام، قلب من نزد من خاک پاپ. من ست بازی ندارم، اینم بهش خودتون آپلود کردم. ست بازی منم که دیده میبینید که نوبستگ از من بهتره. نه شوخ کردم. این گوشیم هم فایده نمیکنم، گوشیم لک میزنه اینجا، اگه ببینید یه کمی از لگا رو ببینید، گوشیم لک میزنه. یا باید فن بخرم یا هم که باید بفروشم، یا آیپدی یا یه چیزی بخرم. نیون تو فایده نمیکنم، احتمالا یه آیپد خواهم بخرم سال بعد یا یک دو ماه بعد، نمیدونم که هر وقت پول اومد دستم یه آیپد میخرم. حالا بچه های ببخشید سرتون درد آوردم، بریم سر ویدیو. دمتون گرم تا آخر ویدیو ببینید، میتونم گیم پلیش هم میدم. تا ویدیو بعدی چاکستون رضا کد. یه چیزی یادم رفت بگم، تا اینجا ویدیو دیگه لایک ساپ داداشتون نمیزه، ناموسه ما هم اینجا دارم زحمت بکشیم. الان این گیم پلی با 6 صبح 6 صبح سگ بیدار نمیشه، من پاشتم بهش که شما گیم پلی ضبط کردم داغ نکنه. من فقط بهش شما این گیم پلی رو ضبط کردم. دمتون گرم همتون اشکین، قدم من خیلی بریم سر گیم پلی و چاکستون رضا کد. جی جی. رضا فیلموز نکن اصلا دست به دیوار خاره کن.
دست به بیوای میزنیم بیوای میکنم تو کون یا من دست من سیستی کلاس تو بزن ارفان من قرآن میزنم قرآن میزنم ارفان تو سرت ارفان بیا بخورش دستش رو بده اینجا بخور یاقود بخور نه اینجا نگاه نکرده بدم به تو بازی که نمیشه بعدم بیا ببندم میخوام بدم به همه بگه دندون نزنی رفیق با مرام هستی به رفیق هم فقط به پیرهنه دسته باش باز خوشم میاد چیزی زودی خوشم میاد بده من دیگه چطور بوزی ندارم چی گفتی؟ چی گفتی همه چه خبرش کنیم نه گفتم بچه آها میره نشاط کنه هیچ فرق با هم نداره من میگه به افادگان بیا اینو بگیر ارفان دقیقا چیز آنلاین چیز کرده بهتر از دیوایی من به فکر دادم ببین بیا نه یه نفری که سمیت دو سه تباد میکنم چی در ازاش میدی؟ سمیت رو بده سمیت رو بده باقر قصه نمیکنم ازم دیگه ولی چند هدیه داده تماده شده دارم چه؟ نه بس بابا نمیشه خبر در ازاش چقدر رو بند دادی؟ در ازاش که یه نمیشه لحظه بخوابی بشه خوبی بشه بخواب تو بشه پسر باش سیستی سلام نمکی Defense. دو ساله ایده Defense. سلام بکر سیشتیر بچه چیز کنه قدرت شیشه قدرت به آغاز یوتیوبر یوتیوبر نه اونجا چه؟ دیگه Defense. امشب بچه خود اولی خواهد چکار کنم سنگه بیارشم این توضیح شدهش هم نمیتونه برای بیورز Airdrop. چی کنم خواهد بکنم برش میکنم کنترل بگم میشه نمیخواستم برگردم بعدی رو انقدر اوری که نمیتونی یک گانه از تو زمین برداری یه گفتم بزن به دلم گناه داری یا ایشتر Airdrop has گریه been delivered. خوب شد ایمان واقع اشکال رفیق خوبی هستی نه باشم میاد به رفیقت هم میده نمیشه تا از دوازه بدنی خوب هست زمجه Airdrop has been delivered. آه چه که دارم Your teammate has been killed. Revival match is over. ارسانه بشه کن دیدی